ایها الناس مردم آگاه باشید، همه ما و شما رونده به سوی الله هستیم. خدا میگوید و الی المسیر، بازگشت شما فقط و فقط به سوی من است. دیگر بازگشتی نداریم، دیگر راهی نداریم. زمین از او است، آسمان از اوست، ماه و ستاره و کهکشان از اوست، هوایی که نفس میگیریم از اوست. از نیستی ما و شما را به هستی آورد. و اختیار خود نآمدیم، و اختیار خود نمی رویم. شب روز می کردگی اوست، روز شب می کردگی اوست، فصلهای سال تغییر می دادگی اوست. همه در قبضه قدرت اوست و سوی او می گردیم. باید در غفلت نباشیم، آگاه باشیم، عملی بد نداشته باشیم، زیان و ضرر به یگان نفری نرسانیم تا که پشیمان نشویم. و قبر با ششگاه ما و شماست و در دست ملک الموت همه ما و شما انسان ها اسیر هستیم. اسیر ملک الموت را فریب داده نمی شود، خریده نمی شود. پول با او در کار نیست، مال با او در کار نیست. اون مأمور است. نه مثل ما و شما انسان ها که به پول و به مال و به طلا و به منصب و به خاطر یک کس از یک جا جان تخلاص میکنی، اما از دست ملک الموت کسی خلاصی ندارد. نه پیامبر، نه پیامبری اول العزم، نه انبیا، نه اولیا، نه صالحین، نه کافر، نه ملحد، نه زندیق. هیچ کسی از او خلاصی ندارد. هزاران شاه را از تخت روی تخته میارند، کفی خاکند شاهان جهان از چنگ عزراییل.